آب ایدئولوژی نیست، آب سیاست نیست، آب دین نیست، آب یک مذهب نیست. آب یک نقطه است که چی مسیحی، چی یهودی، چی زرتشتی، چی بودایی نه تنها با اون نیاز داره، بلکه همین 4 نماینده دین شته باشه، در بدن هر 4ش 80% آب است. یعنی آب خودی آدم است، آب خودی بشر است، آب خودی همون انسان است. بنابراین بالای آب اختلاف نیست، کسی ضد آب نیست. همین انتخاب آب، مطرح کردن دیپلمات آب، حال جنبه اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیش و جای خودش، ولی از نظر می سیاسی هم چقدر ظریف است که یعنی ایده یا پیام به جهان مطرح شده است که او قابل قبول همگان است. مثلا شما خیلی تصور نکنید که مثلا میگیم که این تاجیکستان پیشنهاد کرد، 170 دولت جهان قبول کرد، در کنفرانس اشتراک کرد. این کاری ساده نیست. برای که همین 170 کشور جهان ایده شما رو قبول کند، با همین 170 کشور باید مذاکره کنی، باید چند سال آمادگی دیپلماتی میشد، با نماینده هر کشور، هر تمدن، هر قاره، هر گروه، هر منفیت مذاکره میشد. حاضر ما در همین جهان حدود 2 میلیارد نفر داریم که مشکل اساسیشون دسترسی به آبی بی خطر و تازه نوشیدنی است. پس همین که تشبث درباره آب مطرح میشد، این مسئله حداقل 2 میلیارد نفر است. حالا که همه به آب نیاز داره، منظورم کسایی که به آب دسترسی ندارد، به آب روزانه. یا اینکه ما وقتی دیپلمات آب حل مسئله آب رو مطرح میکنیم، همین حاضر در جهان 200 جنگ آب هست، 200 نزاع آب. مثلا شما می‌بینید بالای دریای نیل همه کشورها جنجال دارن، کشورهای بالا آب، پایین آب. مثلا بین همین فرضاً سودان و مصر چقدر بحث است درباره استفاده آب نیل. یعنی در آسیای میانه بین کشورها چقدر بحث بود. بله. در این بین هندوستان و چین چقدر بحث است در بالای رودها. بین افغانستان و ایران بالای هری رود چقدر بحث است. بین ایران و عراق در بالای دریای اروند چقدر بحث است. یعنی در تمام جهان بحث های آبی هست. این همی تقسیم دریای خزر بینید 5 کشور قریب در آستانه جنگ میرن برای تقسیم آب خزر. یعنی در تمام جهان اگر گیریم 200 نزاع آب است که هر لحظه میتونه به نزاع آتشین و گرم تبدیل شود. پس همین دیپلمات آب که در ترکیبش ساختن فرم های آب، دیالوگ یا گفتمان آب، حل مسئله های آب هست، خودش یک دیپلمات صلح هست، یک دیپلمات امنیت سازی در جهان است. یعنی که اگر همین آشکارا گیم 200 جنگ جهانی را میتوند خاموش کند اگر می راه حلش یابد. حالا اینکه اصلا جنبه انسانیش که بیشمار، چون که همین برنامه سازمان ملل متحد که با تشبث تاجیکستان قبول شده چی معنا دارد؟ مثلا اونجا بودجه کلان جدا میشد که به کشورهای نیازمند آب رسانی میشد. یعنی این تشبث هم خیلی گپ نیست. حاضر اومدیم به سطح واقعا گلوبالی رسیده می تشبث که حفظ پیریخ ها، اگر پیریخ نبود آب نیست، حیات نیست. بنابراین وقتی میگیم این به نجات و حیات سیاره مربوط است، همین معنای واقعی داره، این معنای تبلیغاتی ندارد که واهمه کنیم بگیم که همین هنگامه سازی نداره. هنگامه نیست، این واقعیت است. من اما آدمی که را هنگامه حساب میکنه که یک روز به آب است، آب تمام شود نه اقتصادت میمونه، نه منفعت، نه امنیت.